الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان یوتیوب کانال مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، می‌خواهیم در موضوع اسلام دین واقعیت است نه خرافات با شما صحبت داشته باشیم. یعنی در موضوع آنه که اسلام چگونه دین است و مناسبت او با عملهای ناجا که امروز در اطراف ما و شما بعضا دور میزند و مثل خرافات، جهالت و بعضی عملهای ناپسندیده چگونه رفتار میکند و چگونه بها میدهد با شما صحبت داشته باشیم. پیش از آنه که وارد موضوع میشویم، میخواهیم یک چند لحظه در بابت رسالت دین مبین اسلام که اصلا مردم را به وحدت، دوستی، برادری، یکدلی، همدیگر فهمی و تمام اخلاق‌های پسندیده دعوت میکند، ما معلومات داشته باشیم. دین مبین اسلام دینی است که برای سرجمعی مردم، اتحاد مردم و در پهلوی هم بودن مردم و در شرایط صلح و ثبات زندگی آسایشته کردن مردم برای ما و شما توصیه ها می‌دهد. و قرآن کریم که کلام الهی است و به پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده است، دارای احکام، نصیحت و آن چیزی که مرسله است که پیش از آنی که وارد به موضوع خرافات شویم باید که بیننده ما در این موضوع ها باید که معلومات داشته باشد. پیغمبران از آدم علیه السلام تا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که آمدند، آنها دارای به خود بعضا در بعضی حالت‌هایی که ضرورت پیدا می‌شد دارای عمل‌های خارق العاده بودند. یعنی که عمل‌های بعضا صادر می‌شد که مخالف زندگی مردم، مجرای تفکر و تصور مردم بود و آن را در شریعت معجزه پیغمبران می‌نامند. ما و شما قصه پیغمبران معلومات داریم از قصه پیغمبران که فرضاً حضرت موسی علیه السلام چگونه معجزه ها داشت و حضرت عیسی علیه السلام چگونه معجزه ها داشت و حضرت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چگونه معجزه ها داشتند. و باید یادآور شد که البته معجزه وابسته به شرایطی که پیغمبر در اونجا زندگی میکند و پیغمبران خدا داده میشد. مثلا در زمان موسی علیه السلام وقتی که علم سحر و جادو بسیار در حد بلند و اوج بالا رسیده بود، بنابراین خداوند تبارک و تعالی موسی علیه السلام را معجزه های داد که با ساحران رقابت کرده توانند، با آنها را منظم، با آنها را مطیع، با آنها را اثبات کرده تواند که علم جادو علم باطل است و علم حق آن چیزی است که خداوند برای انسان ها عطا میکند. در زمان حضرت عیسی علیه السلام باشد علم طب به حد بلند رسیده بود که اکثر بیماری ها طبیبان اکثر بیماری ها را درمان میبخشیدند و کم در کم بیماری هایی بود که طبیبان از آن عاجز آمده بودند از توابت آن. بنابراین خداوند تبارک و تعالی از عیسی علیه السلام را به معجزه هایی که طب آن وقت و طبیبان آن وقت باید که در بزرگ بودن و اعتراف کردن که این پیغمبر خدا است و این عملش بیرون از علم است، برای آنها از قبیل شفا دادن کور مادرزاد یا شفا دادن کسلی‌هایی که مثلا توبت نمی‌شدند به حضرت عیسی علیه السلام تا زنده کردن مرده را برای ایشان نصیب گردانده بود. در زمان پیغمبر ما و شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و باشد، البته در آن زمان از آن چیزی که بعضی محدثین از قبیل خب امام نووی و دیگران زیاده از 2500 معجزه پیغمبر خدا را جمع کردگی هستند. از قبیل اونی که سوسمار اومده کلمه شهادت گفتگی است، یا اینکه درخت شهادت میداد، یا اینکه دیگری که ده‌هایی که از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و برای ما شما رسیدگی است، همه اینها جمع شدگی هستند. لیکن بزرگترین معجزه‌ای که جاودانی و همه وقت پیش‌روی ما شما است، این قرآن کریم است. قرآن کریم است که هر وقت ما با آن رو میاریم، با آن توجه میکنیم، از آن هدایت میابیم، از آن پند و اخلاق میگیریم و از آن سرچشمه میگیریم. بنابراین یعنی شرایط تقاضا میکرد که هر پیغمبر موافق با اون زمانی که زندگی میکند در همون زمان چی داشته باشد، یک دیم که استعداد و از جانب خداوند بعضا
معجزه‌هایی که به پیغمبران داده می شود. و همچنین در برابر اصلا عملهای خارق العاده، یعنی که خلاف عادتی که در جامعه هست، این رو تقسیم میکنند دانشمندان به معجزه، اون چیزی که از پیغمبران صادر شده است، و بعد به کرامات، اون چیزی که از دوستان خدا واقع شده است. مثلا در قرآن قصه حضرت مریم رضی الله تعالی عنها، بیبی مریم آورده می شود که او کس پیغمبر نبودند، لیکن در وقت غیر فصل، یعنی که در فصلی که در اون فصل باید آن میوه ها نباشند، نزد اون میوه ها را حضرت پیغمبر خدا حضرت زکریا میبیند و از اون سوال میکند. یعنی که این چیزایی که اومدگی است، مثال این چیز است، این کرامات اولیا است. یا قصه دیگری که حضرت سلیمان علیه السلام که پیغمبر خدا بود، وزیری داشت با نام برخیا ابن آصف که در یک لحظه اون چیزی که قرآن اشاره میکنه به اون، خب تخت ملکه بلقیس یمن رو در یک میجه زدن به نزد او میآورد. اینا چی هستند؟ از کرامات اولیا هستند. در برابر آن استدراج است، یعنی اون چیزی که به خطا است و به غلط است و انسان‌ها زینه به زینه به گناه غوطه میروند، همین جادوگری است، همین سحر است، همون چیزایی است که انسان‌ها رو به راه کج، به راه خطا و به راه فتنه میبرند. بنابراین وقتی که ما در بابت خرافات که پیش از آن که موضوع وارد شویم، باید همین مسئله ها رو به اندازه که باید چیکار کنیم ترکیب کردن حتمی است. و دیگر اینکه ساحرانی که در دوره موسی علیه السلام بودند، وقتی که حضرت موسی علیه السلام برای چی با آن معجزه عصا و دیگر معجزه‌های بزرگ مجهز بود؟ به خاطر آنی که علم سحر به حد بلند رسیدگی بود، به حد بسیار بلند انکشاف یافته بود. و بنابر همین وقتی که موسی علیه السلام در برابر آنها رقابت کرد، اولین نفرانی که ایمان آوردند همین جادوگرها بودند. یعنی آنها درک کردند که علمی که موسی علیه السلام دارد از دایره علم جادو بیرون است، یعنی علم جادو نیست. بنابر همین اولین آنها ایمان آوردند به حضرت موسی علیه السلام. و همچنین یک قصه دیگر در سوره بقره در آیه 102 برای ما و شما به تفصیل خداوند تبارک و تعالی یادرس میکنند. قصه هاروت و ماروت است که اینها به شهر بابل، یعنی بابلونی که امروز با شکل دیگر بیان کرده می شود، به همین شهر آمدند. و خاطر چی آمدن این دو فرشته، دو ملائک؟ به خاطر آمدن به صورت انسان که مردم را علم سحر تعلیم دهند. به خاطر چی علم سحر؟ به خاطر که همون زمان ضرورت آن بود که باید پیغمبر بیاد. دیگه اگر پیغمبر می اومد، مردم او را جادوگر گمان می‌کردند، زیرا که جادوگری، علم جادو بسیار در همون بین مردم بسیاری بعد رواج یافته بود. بنابراین آنها آمدن بعضی دانشمندها را علم سحر آموختند و به آنها تاکید کردند که این را استفاده نبرند، بخصوصا برای جدا کردن بین زن و شهوت. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که وقتی بعد اینها پیغمبر می اومد، اولین آنهایی که میشناختن پیغمبر همون دانشمندا بودند که میگفتند که علم پیغمبر از سحر فرقیت دارد و سحر دروغ است و باطل است و علمی که پیغمبر میارد این علم حق است و راست است. بنابراین این چیزایی است که در مقدمه سخن من خواستم که برای بیننده عزیز بیان کنم. و باید یادآور شد که بسیار چیزهایی که وابسته به خرافات می شود، اصلا انسان‌ها از واسطه کتاب و اخبار به آنها درک میکنند، به آنها متوجه میشوند. بعضا روایت، قصه یا تاریخی است که بسیار خطاگی ها به آنها دیده می شود. بنابر همین در غیر این آن چیزی که وابسته به تاریخ می شود، به زندگی عمل ما و شما می شود، این باید واقعیت باشد. وقتی واقعیت باشد، ما آن را باید به نظر فهم و درک علمی آن را به آن توجه کنیم. برای بیننده عزیز من از مقدمه ابن خلدون یک مثال بیارم. ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، اساسگزار علم جمعیت شناسی، سوسیولوژی و مؤسس اصول تاریخ است. یعنی برای گرفتن تاریخ هر روایت‌های دروغ و پوچ و ناروا رو باید گرفتن شد میگیرد و برای گرفتن آنها باید که اصول معین جدا کردگی است تا اینکه اگر در همین چینک و ترازو موافق بیاد قصه یا روایت یا که اون چیزی که در تاریخ با نام تاریخ بیان کرده می شود، اون رو باید که در میزان همون برکشیده بعد گرفته شود. یک چند مثال عجیب در مقدمه بیان میکند، بسیار خواندنی است. از بیننده خواهش میکنیم که دسترس کنن این کتاب رو و مطالعه کنن. میگه یکی از همون واقعه ها رو من برای شما از همین کتاب مقدمه ابن خلدون برای شما بیان میکنیم. این واقعه است که بعد از بازگشت آمدن حضرت موسی علیه السلام که زیاده از 40 سال در
وادی تی یعنی بیابان وادی سینا سرگردان شدن و در آنجا گشتن، همین را برای ما یک تحلیل عجیب میکنند. میگه بعضی مورخان برای احترام آن مورخان ما نیز نام ایشان را نمیگیریم، زیرا که اثرهای آنها ارزش‌های بسیار علمی دارند، لیکن به هر حال بعضی روایت‌های در میان آمدگی است که به تحقیق در آنجا جوش شده است. میگه که بعضی مورخان وقتی که در همین وادی تی یعنی که وادی سینا ما شما میگیم زیادتر معلوم است، حضرت موسی علیه السلام میگه که برای جنگ کردن با قبیله‌های دیگر که آن وقت همین شرایط بود، مردمی میگه مردانی از 20 ساله بالا رو گفت که جمع شوند و شمشیر بگیرند و مورخ میگه که مورخان میگن که زیاده از 600,000 نفر جمع شدند. حالا ببینید که همین کلمه 600,000 نفر در سخن میرود که زیاده از 9 میلیون نفر شدن جمع شدن و سلاح به دست گرفتن. ابن خلدون همین بسیار یک تحقیقات عجیب میبرد روی مسئله. میگه شما ببینید که در اون زمانی که اصلا از میان حضرت موسی علیه السلام تا حضرت یعقوب، یعنی که حضرت یعقوب اولین آدمی بود که به همراه فرزندانش به مصر آمد نزد یوسف علیه السلام و تا آنی که گشتن و این واقعه‌ای که در وادی سینا به وقوع آمد، میگه جمع و جمع 6 نسل بود. مثلا میگه اون چیزی که من از تورات برای شما بیان میکنم، میگه موسی پسر عمران، پسر یسحیل، پسر کوهیل، پسر لاوی و پسر یعقوب، یعنی بین حضرت یعقوب علیه السلام و موسی علیه السلام 4 نفر چی از پدران دیگر هستند. مجموعاً 6 نفر. اینا رفتن 70 نفر. اگر خیش اقربای دیگر بعدتر با مصر رفته باشند، در بین 5 پشت 4 پشتی که در میانه است آمدن فقط سربازایی که زیاده از 9 میلیون نفر باشند، این تماما نه در عقل راست میگیرند نه در منطق راست میگیرند و این یک چیز از خرافات است. میگه ابن خلدون و میگه که شما تصور کنید که اگر در همون زمان ما تمام سربازای سرزمین شام، عراق، مصر رو جمع میکردیم، میگه 9 میلیون نمیشد. برای 9 میلیون چقدر اسلحه در کار است، چقدر آذوقه در کار است، کی اونها رو به اداره میکنه. یعنی همه اینها رو وقتی قالا بماندن، این صفرایی است که پا بر هوا و بسیار به اینکه گوش خراشه که یک شکل عجیب ابن خلدون برای ما روایت کرده است و میگه که من همین عیناً عباره ابن خلدون رو برای شما میخونم. میگه که گمان مورخان یاد کرده در این باره باطل و منقولات ایشان دروغ است. یعنی که در یگان عقل و فهم و درک داخل نمیشود که در همون زمان در همون شرایط زیاده از 9 میلیون یعنی که 600,000 چی باشد سرباز یک جا جمع کرده شود، در حالی که مثال با دلایل عقلی آوردگی است و نباید به خرافات مردمی آنان اعتنا کرد. یعنی که این خرافاتی که گفتند و یک از دهنشون میگیم اگر 60,000 باشد مثلا گیسه در بعد پس او میلیون موندن، این بسیار چی است به انصافی بد است. بنابراین و ما باید چیکار کنیم؟ اون چیزهایی که در کتاب ها درک میکنیم، چیزهای تاریخی است، چیزهای آداب است، چیزهای اخلاق است، و که در دوره میزان معین علمی باشد که باید ما از او بیرون نرویم و همین خیلی شکل بیان کردگی است. خب عبدالرحمن ابن خلدون قصه واقعی خاندان برمکی که از تاجیکان بودند 50 سال اداره دولت عباسی رو در دست داشتند و دولت عباسی رو از جمله بزرگترین دولت دنیا معرفی کردن، نشان دادن و همین دولت رو ساختگی هستن همینو و همون واقعی که در سر همونا از جانب هارون الرشید آمدگی است، همون هم یک تحلیل عجیب علمی میکنند و همون خرافاتایی که گویا که افسانه پیش کرده به مردم میفهمونند از آنها بیرون میکند که واقعیت این است، اصل این است، تاریخ این است و سبب و عامل‌ها همین است و به همین گونه چندین مثالا میارد. خلاصه سخن این شخصیت برجسته جمعیتی آن است که انسان ها در زندگی که دارند باید که به واقعیت نگاه کنند، نه به خیالات، نه به آن چیزی که انسان در اندیشه های به این که وای میگردد. حضرت ابو عبدالله رودکی در همین باب یک سخن عجیب دارند. استاد میگن که این جهان را نگر به چشم خیره، نه بدان چشم کندرو نگری. یعنی که با دنیا رو چقدر که هست همون خیلی درمون در کار است، نه بدان چشم. یعنی که اون چشمی که ما میخوایم که یک تخیلات باشد، فانتاستیک باشد، یک چیزی که یک خارق العاده های پیدا شود که زندگی ما نقص کنند، برای ما بیناها سازد، برای ما فرض کنیم که اگر مثال زمانه بگیم کانال ها سازد، کوپرکا سازد، یک اون چیزا نیست. این ما خودی ما میسازیم، نه جمعیت میسازد. به خود چی؟ با علم، با تکنیک، با پیشروی، با ترقیات، با دیگر.
یعنی تخیلات قطعی یگان کار کردن نمیشود. بنابراین وقتی که ما در مسائل دینی و حتی در مسائل شرعی که وارد میشویم باید که حتما این مسئله ها رو باید چیکار کنیم در خود و در ذهن خود گرفته باشیم. مسئله دیگری که اینجا من میخواهم برای بیننده یک کمی هم باشد شرح ایضاح کنم، این مسئله اون است که همینجا یک واقعه تاریخی دیگر رو که به خاطر که چنین یک سخنهای پر در هوا در برای بیان کردن یک واقعه در بین بعضا دانشمندان دیده می شود، در بعضی مثلا گوینده ها دیده می شود، یک چیزی قیاس با اون که عبدالرحمن ابن خلدون از واقعه که در بیابان وادی سینا برای ما شما بیان کرد از بعضی مورخان که البته ما برای احترام ایشان نام نگرفتیم، یک واقعه دیگر من به سهم بیننده میرسونم که اون که جنگی که میان عرب و فارس در جنگ قادسیه یعنی در دوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شده بود که سرنوشت زیاده از نزدیک به 400 ساله دولت ساسانیا از بین رفت. همینجا در وقتی که به همه حساب‌های بالا و بلند سربازان فارس 80,000 نفر بودند و سربازان عرب 40,000 نفر بودند، مجموعاً 120,000 نفر بودند. یک جنگ تاریخ سازی که ما شما میدونیم 120,000 نفر و جنگ بعدتری که اصلا اساس از بین برده برنده دولت ساسانی شدگی بود، این جنگ با نام شکست نهاوند است که یک 5 سال بعد جنگ قادسیه به وقوع پیوستگی است و در آنجا به همه حساب کتاب‌های مبالغه 200,000 از دو جانب نبودند. ببینید که چیزهایی که تاریخ دیگرگون کردگی هستند، یک قدر لشکر آوردن، یک قدر چیز بیان کردن، این چیزایی نیست که ما هر یک صفر در پس یک نول و یک رقم زیاد کرده در جامعه گفتن گیریم. یعنی این چیزا باید چطور میکنند واقعیت طلب میکنند. مسئله دیگری که میخوام در اینجا برای بیننده یک بیان کنم، یک چیز یادآور شوم. بعضی نفرانی که دانشمند هستند از زبان ایشان و از نوشته ایشان شاید باشد شنیده شد که بعضی بزرگان ما و شما رو از قبیل فریدالدین عطار نیشاپوری است، عبدالرحمن جامی است، اینا چی هستند؟ شخصیت‌های بسیار مشهور و بزرگ ملت ما و شما هستند. اینا صاحب کتاب‌های زیاد هستند، رساله‌های زیاد هستند و کتاب همینا که کتاب فریدالدین عطار نیشاپوری با نام تذکرة الاولیاء است و کتاب حضرت عبدالرحمن جامی با نام سفینة الاولیاء است و نفر دیگر با نام حجویری با نام کتاب دارد با نام کشف المحجوب. همین کتابا میگن خرافات‌های زیاد دارن. من میخوام که همینجا یک مسئله رو کم ترک برای بیننده شده مانم، به خاطر اونه که وقتی که خرافات به خاطر چی میگن؟ به خاطری که در همین کتاب‌ها این بزرگان بعضی حالات و واقعه‌هایی که از همون شخصانی که در تذکره آنها بیان کرده هستند ذکر میکنند. البته برای خواننده بسیار یک تفکر عجیب از همون کراماتایی که در جا ذکر کرده هستند بیان میشود. اینا چی هستند؟ اینا اصلا حالت‌هایی هستند که به اصطلاح دانشمندان از تنگی عبارت، یعنی که حالت اصلا نوشته نمیشود، گفته باید نشود، نوشته باید نشود. این حالت چی است؟ حالت عشق است. این حالت محبت است. این حالت اون چیزی است که او در روی کاغذ نمیاد اونجا، لیکن هم بزرگان بالای کاغذ آوردگی هستند به خاطر احترام محبت خاص آنها است. ما باید همون وقتی که اگر موضوعی که علمی فرض کنیم که به اصطلاح اگر تصوف باشد، او باید که از همون نگاه علمی تصوف نگاه کردن در کار است و اگر علمی تاریخ باشد باید که از نگاه علمی تاریخ نگاه کردن در کار است. اگر علمی جامعه شناسی باشد از نگاه علمی جامعه شناسی، یعنی هر یک علم اصطلاحات خاص و بیانات خاص خود را دارد. وقتی که اگر ما گیم که فریدالدین عطار نیشاپوری کتابش پر از خرافات است، وقتی یکی که است که نفری است که حضرت مولانا با او فخر میکنند، میگه که 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر همین یک کوچه میگه، یا میگه که صنایع روح بود و عطار دو چشم او، ما از پی صنایع و عطار میرویم. و حتی الهام گرفتن نوشتن مثنوی معنوی رو با کتاب نوشته مثنوی نوشته که حضرت عطار نوشته است با نام حدیقة الحقیقه به هم نسبت می‌دهد. حضرت مولانا میگه که این حکایت ها ز اسرار خفی است،
این سخنها از حدیقه مصنوی است. یعنی که من از همین کتاب حدیقه الحقیقه حضرت عطار الهام گرفته کتاب مصنوی معنوی رو تالیف کرده هستند. بنابراین اون چیزایی که در اینجا آورده می شود ما باید که در همین بابت رو به احتیاط باشیم. برای ما و شما این مسئله رو حضرت مولوی جلال الدین بلخی در مصنوی بسیار عجیب شرح و بیان دادگی است. من فقط برای بیننده عزیز یک اشاره ها میکنم که مراجعه به همین کتاب کنم. در اولی کتاب مصنوی معنوی حکایه است با نام حکایت بقال طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان. همین حکایت به تفصیل خواندن شما بیننده عزیز ضرور است تا اینکه در همین مسئله وارد شوید. در اینجا حکایت کوتاه است. معنیش همین است که یک طوطی بود در دکان بقال بسیار شیرین سخنی میکرد. مردم جمع شدند. اتفاقا یک روز وقتی دکان خالی بود کسی نبود طوطی به پرواز در اومد و همون آب گلابی که هست روغنای به این که قیمتی هست همونها رو میریزاند غلطانده و صاحب دکان از غضب در سر طوطی به ظرف میزند که همون پرهای زیبای سر طوطی میریزد و طوطی به اصطلاح کل میشود و از سخن گفتن میماند. چند روز التماس دلجویی طوطی سخن نمیگوید در هم یک گوشه نشسته سرخم. اتفاقا بعد چند روز میگه یک نفر شخصی گذشت که موی سرش ریخته پیش سرش ریخته و طوطی به اون نگاه کرد و تعجب کرد و به سخن آمد و گفت که از چه هیکل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی. یعنی گفت که تو مثل من شیشه روغن ریختی که زدن سرت مثل موی سرت ریخت. از قیاسش خنده آمد خلق را او چه خود پین داشت صاحب دلق را. یعنی او دیگه مردمی که در اطراف چند روز باز آرزومندی مشتاق سخنان این طوطی بودن هم از این اندیشه و از قیاسگیری طوطی به خنده آمدن. یعنی مولانا در همین یک عباره کوتاه ما میگه که سبب میگه اصلا مردم برای خطا رفتنشون همین قیاسا بود. میگه بسیار عجیب میگه که همین قیاسا بود که مردم چیکار کردن مردم به خطا رفتن. میگه که همسری با انبیا برداشتن اولیا رو هم چه خود پین داشتن. در زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که میگفتن که محمد پیغمبر خود او کی است او مثل ما میخورد می نشیند خواب میرود گفته اینک ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بسته خواب مخر این ندانستند ایشان از اما هست فرقی در میان بی منتها. یعنی که بین یک کس حضرت پیغمبر صلی الله علیه و بین ابوجهل از زمین به آسمان فرق بود. بنابراین مثال عجیب میارد میگه که میگه دو زنبور است از یکیش نیش میگیری از یکی عسل. دو نیشکر است از یکی چوب میگیریم از یکی دیگر شکر و به همین مثالای زیاد میارد و میگوید که صد هزاران این چنین اشباه بین فرقشان 70 ساله راه بین. یعنی که صدها خیلی مثالی است که به نزدیک به بیننده به چی میشود مانندی میکنند یعنی که از یکدیگر فرقیت زیاد دارد. بنابراین به این بیت ایشان جنبست میکنیم که میگوید که کار پاکان را قیاس بر خود مگید گرچه باشد در نوشتن شیر. کلمه شعر و شعر در فارسی به یک شکل نوشته میشه. این یک شعری است که ما و شما از او احتیاط میکنیم درنده است و اگر که فرصت یا میخورد و دیگر شعری است که ما و شما از آن استعمال میکنیم و از آن به آن زندگی میکنیم. در نوشتن یک خیلی است لیکن فرقیت های زیاد دارد. بنابراین وقتی که یک نفر میخواهد که وارد این بزرگان شود از قبیل فرض کنید عطار نیشاپوری یا عبدالرحمن جامی و دیگر بزرگان ما و شما ما باید که وارد مسئله گذاری آنها کدام علمی که آنها گپ میزنند در کدام ساحه آنها چی هستند تبحر به این که پیشروی دارند باید که دانستنش در کار است و به این شکل باید که این بزرگان ما و شما رو یگان گپی که نسبت آنها باشد باید بیان کرده نشود. زیرا که حضرت حافظ یک گپ عجیب دارد میگه که در همین سخنش که چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه جان من خطا اینجاست. یعنی که وقتی که ما یگان مسئله رو که وابسته به این شخصیت‌های بزرگی ادبیات کلاسیک ما و شما می‌بینیم وقتی که در فهم اونها می‌گنجد باید که حواله به همون متخصصا کرده شود. زیرا که آنها در زمان خود در همون علمایی که داشتن در همون یعنی که کارهایی که داشتن متخصصی ورزیده یعنی که کار و عملی خش بودن. میایم به سر موضوعی که با شما در این بابت می‌خواهیم زیادتر بیان کنیم و در این بابت صحبت داشته باشیم. اصلا سری خرافات است. خرافات چی است؟ خرافات
به معنی سفسطه یا فکرهای پوچ است، فکرهایی که یگان خیلی معنی ندارد، مضمون ندارد. در سرچشمه میارن که همین کلمه خرافات از کجا پیدا شده است. میگن که اون چیزی که در مسند حضرت امام احمد حنبل رضی الله تعالی عنه اومدگی بوده است، میگه در قبیله بنی عزرا یک نفر زندگی میکرد با نام خرافه. سرچشمه‌ای که زیاده ببین که از 1000 سال زیادتر چی دارن، عمر دارن. و همین کس یک واقعه عجیب میشود در اون ببین که حیات او یگان سبب میشود و اومده بعد به همون قوم قبیله خود چیزایی ببین که پادر هوایی که در فهم و درک مردم نمیگنجد بیان میکنند. مردم گوش میکنند و بعد وقتی که اگر یگان کس باور نمیکنند، اگر یگان کس همین شکل اگر سخن رو میگفته است، اونها چی میگفتند؟ میگفتند که این سخن مانند سخن خرافه است. یعنی که همین سخنی که همین آدم گفته است رنگ همون سخن خرافه گفتگی است. یعنی که سفسطه و چی از خرافات و معنی و مفهوم ندارد. یعنی که خرافات معنی و مفهوم ندارد، این سخن چی است؟ این همین شکل سخن و همین شکل معنی است گفتگی است. و خرافات از نظر دین هر آن چیزی که با شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم موافق و مطابق نیست و خلاف آن است، آن را خرافات گفته میشود. یعنی اون چیزی که در قرآن کریم آمده است و اون چیزی که در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است و اون چیزی که شریعت قبول کرده است، اگر خلاف اون هر چیزی که باشد باید چی گفته میشود؟ خرافات گفته میشود. بنابراین خرافات باید که هرچند اگر بگیم که خرافات در این دیگر شکل است، خرافات در دین دیگر شکل است، یعنی که دین اصلا ضد خرافات است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طول عمری که زندگی کردن همیشه مقابل خرافات مبارزه بردند، جهاد کردند، تلاش کردند. چقدر جاهلیت‌هایی بود، چقدر خرافات پرستی‌هایی بود، چقدر بی‌فهمی‌هایی بود که در برابر هر یکی آنها ایستاده جهاد و کوشش و تلاش و مبارزه ها برده هستند. من یک مثال عادی برای ذهن بنده برای شما بیان میکنم. بیننده عزیز، وقتی که در روزی که یکی از پسران خردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نام ابراهیم از دنیا گذشت، همون روز آفتاب گرفته شده بود. یعنی روزی شده بود که موافق به گرفتن آفتاب شده بود که در چند وقت این واقعه استرونومی است که برای ما و شما پیدا میشود. همین واقعه گوش میکنم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوال داشتیم. مرحبا. در باره باوری‌های خرافاتی یکون چنین گفتین؟ سلامت باشید. همین یک سوال. این سوال همیه که یکون مثال در باره همین خرافات که در زندگی پیامبر صادر شده بود میگفتید؟ خب شد. ان شاء الله بیان میکنم. خب. برادر عزیز، ما در باره باوری‌های خرافاتی گفتگی هستیم. باوری‌های خرافاتی در بین ما و شما نهایتاً زیاد هستند که من ان شاء الله یک برای بیننده عزیز بیان میکنم. خب فرضاً یک مثالی که اگر در ذهن بسیاری باشد، مثلا بدی نسبت میدهند گرفتن، مثلا نمیمونند که در روز چهارشنبه یا شنبه یگان کس ناخن گیرد. این یک شکل خرافات است. یک شکل خرافاتی است که مثلا در بین ما مردم ما و شما شدگی است، در پیش بود این موضوع شکر خدا کمتر شدگی است. همین حالت ها است. یعنی این خرافات است که انسان ها چیکار میکنند؟ انسان ها در این باوری هستند. ببینید که بعضی حالت های میشود که یک نفر دوست بیمار است، مثلا برای خبرگیری میگن که امروز چهارشنبه هم نمیرویم، یا که وقتی که همین چیزی که خرافات بیش نیست، یا روز شنبه هم همین حالت ها دیده میشود. در همین دو روز اون بیمار اگر ضرورت به یگان چیزی داشته باشد، اگر متصور کنید که هیچ کاری اینداری وای ندارد، بعد چی کار میشود؟ بنابراین خرافات اصلا گفتیم یک چیزی که در مخالف شریعت است و شریعت این چیزها را تاکید کردگی نیست. بنابراین این چی میشود؟ این یک خرافات است. یک بزرگ گفتگی است در بابت همین خرافات، میگه که مشکل آدم فزود از سرگذشت رفتگان، هر کجا افسانه باشد هیچ کس بیدار نیست. اگر همین مردم از پس خرافات گشتن گیرن، همین افسانه هایی که هست، مثلا روزی چهارشنبه ناخن نگیریم، روزی چهارشنبه بیمار خبر نگیریم، روز شنبه این کارا نکنیم، بعد چی میشه؟ ما همین افسانه قطعی رفتن گیریم. اگر زندگی ما و شما چی میشه؟
یا که افسانه‌ای که پیشتر بعضی اون واقعه‌های تاریخی که من از کتاب مقدمه حضرت عبدالرحمن ابن خلدون برای شما بیان کردم که قصه های واقعی تاریخی گرفته به یک خرافات و به یک افسانه و به یک سواقعه پدرهوا کرده هستند، هیچ اصلا قابل فهم و درک نیست. همینجا من یک چیز در ذهن بنده اومد میخوام برای بیننده عزیز بیان کنم. همین چیزی که جای زیست و اقامت بنده شهر ایسور است، یک چیزی خرافاتی که در همون کودکی ما میشنیدیم. قلعه ایسور است که همه میدونند و گویا که در همین بالای قلعه ایسور یک جادوگر دست با نام قهقه و در اونجا آب گرفتگی دست و مردم از آب میدوست دیگر واقعا بود است. بعد مردم مراجعت میکنن. اگه شما ببینید این خرافاتی که از اینجا مراجعت کردن، مثال حضرت علی کرم الله وجهه در شهر مکه، مدینه و بعدا در کوفه زندگی کرده هستند. این طرف خراسان، طرف ماوراءالنهر عمان اومده هستند. و حضرت علی مراجعت کردن، میگه حضرت علی با دلدلش آمد و یک دیگه از همین قلعه ایسور یک تخمینا 34 کیلومتر پایین‌تر با نام جاروسول و بالا یک تپه از عجیب است، های بالا سنگای وسیع بود است. میگه آمد بالای همون فرومن با دلدلش و از همون بالای تپه به قلعه ایسور که خیلی نزدیک ممکن 4 کیلومتر باشد دور کشید. دور بازی هستن، دور کشید. خودش رو به شکل دور باز کردم. همین خیلی که دور بازی کرده رفته بالای قلعه ایسور رفت که همون قهقه یعنی که جادوگر نفهمد که این کی است، شخصیت است که برای کشتن وی اومده است. رفت و در همونجا چیکار کرد؟ قهقه جادوگر رو چیکار کرد؟ زده کشت و از همونجا چیکار کرد؟ به دلدلش پرواز کرده رفت. و مردم میگه وقتی اینا فهمیدن، میگه بالای هم تپه رفتن که پای همون دلدل سنگ شدگی باشه. این دلدل رو به یک شکل و دلدل اصلا چیزی که پادشاه مصر مقوقس برای پیغمبر صلی الله علیه و آله کرده بود، یک خچیر بود. یک اون چیزی که بسیار قوی است، از اسب و خر می شود و بسیار تاباور است برای تشنگی و گشنگی قوی که هستند. همین از پیغمبر صلی الله علیه و آله علی کرم الله وجهه چیکار کرده بود؟ دادگی بود. ببین از یک حیوانی که پرواز میکردگی صفاتای بروق اگر گیم بابای میتیان که اومد و از اینجا با خرافات تمام نمیشه. مردم تو چندین وقت رفته همون یک سنگی که یا که پای دور باشد، ممکن پای کلام دست، ممکن پای فیلم کلام دیگه رفته باید زیارت میکرده باشن. هیچ صبح این موضوع گمش رفته است شکلی بود. و از اینجا رفته است در کوههای دهنا که اگر زمستان باشد کسی نگاه کند، همونجا شاخه‌ای است که برف نمیستند و به شکل یک اژدهای کلام بالای کوه به نظر بیننده مثال کودک پیدا میشه. اما کودک هم میگفتن که چی است؟ اون میگن اژدهای بزرگی که بالای کوه اومده است، مردم آزار بوده است و حضرت علی با دلدلش پریده اومده در همون کوه و یک کشتگی است و سنگ شدگی است و همون سنگ چی است؟ همون پای اژدها است و کوی اژدها را میگفتن. یعنی که یک خرافات‌های پدرهوایی که در یگان جا نه در فهم نه در عقل نه در ذهن در یگان جا نمی‌گنجد و در یگان چیز یعنی که حتی که یگان چیز باید برداشت کردن نمی‌توانند. بعضی از خرافات‌های پدرهوا در میان جامعه بودند. اما کشکنی که خرافات‌ها باید چی باشه درباره نقش کنید، تصور کنید و حتی در این باره حتی که گپ زدن و مثال ما اینجا برای معلوماتی بیننده گفتیم. دیگه گفتنم چی می‌شود؟ یا ضایع کردن یعنی که وقت می‌شود. بنابراین خرافات چیزایی است که همین شکل چیزایی است که باید مردم با اونها باید باور نکنند. یعنی چیزای سفسطه، پوچ، بی اساس و بی منطقی است که ما از نگاه شریعت، از نگاه دین با آن چیکار میکنیم؟ میگیم که میبافیم، لباس دینی میپوشونیم و به مردم میخوایم معرفی میکنیم. بعضی یعنی حالتها شاید که تصادف باشد و شاید که برای قهرمان نشون دادن یکی از همین پرسوناژهای دیگه که شخصیت‌های تاریخی نشون دادگی باشن که آنها احتیاج به خیلی مبالغه و دروغ ندارن. ما همین خیلی یک سوال ایجاد شدگی بندن قید کرده گرفتگی هستم. همین شکل قصه های در بعضی قهرمان‌های دیگه ما شما می‌بینیم. فرض کنیم که حضرت علی کرم الله وجهه گفتیم دربارش که چیونه همین خرافاتی که گفتن، یا اینکه بعضا مزارات هست در تاجیکستان عزیز که نام بعضی تابعین در اونجا گفته میشه. تابعینی که زیاد تا همین عراق اومده هستند، این طرف عمان طرف دیگه که ایران زمین اومده نیستن، طرف خراسان و ماوراءالنهر اومده نیستن. اینو یا که بعضی از نبیرای رسول اکرم صلی الله علیه و آله که تاریخ وفات آنها سنه‌های دقیق معلوم است که در مدینه از دنیا گذشته هستند، در گورستان جنت البقیع هستند
شاید در مثال حساب‌های تاریخی و بین در همون خریدهای تاریخی جای قبر اونها معین باشد، لیکن گریسا چیکار میکنن؟ آوردن در همین سرزمین‌ها جا میکنن. گوش میکنن. سلام علیکم. و علیکم السلام. اونجا یک سوال داشتیم. مرحبا. بعضی شخصان هستن که همین روز شنبه به ما خبر نمیگیرن، به ما خبرگیری خوب نیست نمیرن، همین نظر شریعت همین کم در روشن نقطه درست است در اساس داره. سلامت باشید، سلامت باشید. سلامت باشید. همین چیز در حقیقت حاضر یک قسمه ما بیان کردیم در بابت روزها، حتی که صبح زده اگه یک مسئله بیمارداری ما گفتیم میکسم باز همون چیزی که ممکن در جای همین در خانواده همین که در اطراف زندگی میکرده همین شخصیت سوالاتی همین چیز ممکن که معمول بودگی است. اینجا حتما یک مسئله بیماری نیست، حتی صابون زدن نمیمونن در همون روزا. حالتی هست که در روز شنبه چهارشنبه صابون نمیزنن و حتی که هم خیلی سخنی هست که میگن که در این روزا خوب بون نمیپرتوید، یک همین سخن پا در هوایی که به این موضوع چی در رابطه دارد همین موضوع رو آورده به همین چیزا میچسباند. یعنی این چیزا چی هستن؟ خرافات‌های بیش نیستن، یا یک خرافات‌های چی هستن؟ در اندیشه انسان‌ها هستن. از قبیلی که اوزی درباره جادو گفتیم، قهقه جادو یا دیو ها، یک مثال چیزی هست که این چیزا obrazی بدی هست که مثال وقتی که همون در فهم کودک در زمانهای پیش بعضی مثال افسانه‌ها بود که برای کودکان می‌خوندن، نویسنده همون کتاب به خاطری که همین مثال فرض کنیم قهرمان او با یک شخص بسیار منفور، با یک شخص بسیار به اینکه چی شکل رو تشبیه کنند و تشبیه می‌کردن که دو سر دارد و مثلا افتش این شکل است و پوچش یک همین خیلی یک همون obrazی به منفی یک شکل بد می‌کردن که همین با نام دیو میگفتن شکل همین خیلی شکل انسان است که به همین بدی میکنند، مردم به اینکه رنج عذاب میدهند و بعد همین قهرمان ما رفته با اون مبارزه میبرد، آخر به اینکه شخصیت با همین دیو بدی غالب بیاد. لیکن همین یک موافقی فهم همون چیز در همون وقت زمان ساختگی بودن، لیکن ما باید یک واقعیت نبینیم، ما باید این چیزا رو واقعیت نبینیم و از همین چیزا چیکار کنیم؟ باید که با احتیاط و با یا مسئله دیگری که در بابت خرافات است، در باوری‌های خرافات مسئله فالبینی است. فالبینی است، با فالبینی هم در روزهای معین و فالبینی میشن مشغول میشن. فرض کنید که با همین روزایی که گفتیم برای شما ببینید اگر همون فالبینی چون یک زندگی خوب ندارن، اگر باید دیده میتونست که در همین گوشه زندگی میکردگی و بالاتر و پایینتر بجای یک خون طلا هست فرض کردیم میره و ما شدن میگیریم زندگیش شغلانه میکرد، احتیاج به این با 5 و 10 یک نفری کار افتادن نمیشه، یک نفری که در همون دکانی قلابی او باور کرده و مگس زمان نمیشه. یعنی همین چیزا چی هستن؟ همین چیزا خرافات هستن. یعنی فالبین یک پوشش نمیبینه که چی است، یک لحظه خش نمیدونه که چی است، چه از کجا معین کرده میدونه که احوال ما و شما چی، آینده ما و شما چی یا گذشته ما و شما چی است. اینا چی هستن؟ خرافاتای هستن که باید هیچ وقت مردم به اینا رو نیارن و در این مسئله باید چی نکنن، روبرو نشون. یک خرافات دیگر است با نام این خرافات در دهات سالهای پیش بود، وقتی آخر به نظر نمیرسد شاید یگان جایی نباشد، شبایی که ماهتاب گرفته میشد، مثلا شبی که ماهتاب گرفته میشد مردم در اومده همون چیز ظرفایی که داشتن از قبیل مثال هر چیزی که آواز میبر اومد یگان فرض کنیم که سیم یا الماتوری که در تنه دروازه میزدن و همون تو وقت ماهتاب سفید شدن روشن شدن شد و میگفتن این سببش هم میپرسید برای چی؟ میگفتن که گذشتگی ما همین کار کردن. یگان چیزای علمی ندارد. در او گرفتن آفتاب، گرفتن ماهتاب مخصوص نمازهایی است که شریعت شیخ مذهب حنفی برای ما شما بیان کردگی است. باید از پس این شدنش در کار، یعنی که باید که این مسئله ما باید بررسی کنیم که وابستگی دارد به چی؟ با اون چیزی که ما شما به درد ما شما میخورد. این چیزا یک خرافات‌های بیش نیستن که ما باید این مسئله رو هم چیکار کنیم در کار است. دیدن و شر و ضرور است. خب مسئله دیگر، اگر موضوعی که بعضیا تو به این روز دارن ما هم این چیزا شنیده هستیم، اگر سحر روز در خانه انسان ها موضوعی که اگر چی پیدا می شود یک ذوق پیدا می شود، ذوق پیدا می شود و آواز می رود، در همین
آواز برآوردن زاغ رو به فعل بعد تحویل میکردن. میگفتن که خبری ناخوش اومد و اما علی خاندان منتظر میشد که کنه امروز چی واقعه و مصیبت بالای همون خاندان یا نزدیکان اون خاندان میاد. ببینید که زاغ با یک شکل دیگه پرنده است در همین اصطلاح مردمی تهجا مثلا الحکه میگن که باید درازتر است، کمتر مثلا دومش درازتر است، با رنگ است، یک شکلی بزیر دارد. اگر که وای می اومد مثلا آواز میبرآورد و مثلا صدا بلند میکرد، مثلا بعضی همون نقل میکنن که همون گذشتگی خوش خبر گفته از پس وای چیکار میکردن، آواز بلند میکردن، میگفتن که این چه آوردگی است، خبر خوب آوردگی است. یعنی که ببینید که ما خبرهای به چه شکل اعتقاد میکنیم میگیریم تماما نادرست است. این چی است؟ مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله تیاره گفته است، میگه که یگان که فولزنی و پرنده و با هیچ چیز در شریعت ممکن است، یعنی شریعت چیزی قبول نداره. یا که بعضی حیوان وقتی که از چی میگذره، از بین که پیش یگان راهگذر میگذره، از قبیل گربه میگذره، اگر فولی بد میدیدن، اگر فرض کنید که سگ میگذاشت فولی نیک میدیدن، این چیزا چی است؟ اینها یک خرافاتی هستند که جامعه باید که دیگر پس این خرافات‌ها گشتنشون یگان که ضرورت نداره. یگان که دیگه که برای ما و شما ضرور است که انسان‌ها از پس این خرافات‌ها گردن، زیرا که خرافات سرچشمه منع شدن تفکر و اندیشه انسان‌ها است. چون که همین بعد بیتی رو که برای شما خوندم میگه که مشکل آدم فزود از سرگذشتی رفتگان. اینم خیلی ذوق خیلی گفتم مثال هیچ فلان شد همین چیزایی که این قصه‌ای که نوازیر من از بابت حضرت علی کرم الله وجهه و دلدل و قهقه جادو گفتن همین قصه‌ای گم میگن، مردم گوش میکنن، با ممکن نفری در اندیشه میغلطه که رفته چیکار کنن، رفته همون جای پای دلدل گفته زیارت کنن یا چی هستن. هر کجا افسانه باشد هیچ کس بیدار نیست. یعنی ما بیداری کردن نمیتونیم. ما باید بدونیم که درباره سیاره مرس چی گپ است. امروز میبینیم که همونجا مثلا اسبابایی که مرس خود میگن بالای او گشته تای او رو گفتن که چی بویگری در زیر است، در اطراف او چی است. یعنی که امروز برای یافتن و گرفتن بویگری سیاره و ستاره دیگر مردم جهت دارن. ما و شما یک پرنده در اندیشه میزنیم یک کار دیگر. سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. با جمله سلام باشه. سلامت باشید. مرحبا. در وقت راه رفتن یکی از شخص صحبت کرد. خب. از هم پولی باز میدونم. تو این هم خروفت هست. خب همین عکس ها. ها سوالی دیگه با جمله. میگویم این روزهای چهارشنبه و شنبه نخون گرفتن ممکنه. این تو کار خروفت هست یا واقعیه؟ سلامت باشید. سلامت باشید. خب. من در گفته ما یک چیزی علاوه شد. ما مسئله بیمار خبرگیری روز چهارشنبه شنبه گفتیم، مسئله صابون زدن افتاده، مسئله دیگر هم داشته است، مسئله ناخنگیری پرسیده که ناخنگیری هم در همین داخل میشه یا نه. اینم خرافات است. یعنی که اسلام پاکی است، نظافت است. حتی که وقت یک همین کتاب‌های هرخیله که یک نفری که در داخل یک چیز می‌نویسد حتی نوشته است که باید که در فلان شب مثلا این کار کردن در کار است، در فلان شب مثلا نزدیکی با همسر کردن در کار است، در فلان شب کردن در کار است، همه شبای مثلا چیکار کردگی است، معین کردگی است، ماندگی است، دیگر کردگی است. مثلا این چیزا در یگان ببینیم که جای شریعت اومدگی نیست که در این خیلی محدودیت‌ها باشه. محدودیت‌ها جای معین دارد، شکل معین دارد. انسان‌ها باید چیکار کنن؟ اینا باید حتما با ذهن و فهمشون گرفتنشون در کار است. تا اینکه به یک پیشروی، به یک نمی سبب ترقی و پیشروی و رسیدنشون لازم است. در بابت همین خرافات یک مسئله دیگر رو برای شما بیان میکنیم. چیزی که گفتیم بعضی حتی که کتاب‌های است همین رو برای شما میگیم ان شاءالله که باید که برای بیننده معنی کمش داشته باشد. یک وقت کتاب‌های زیاد درباره فرض کنیم صحابه بزرگ اسلام حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه بود با نام قصه امیر حمزه. همین کتاب بسیار مردم می‌خوندن. وقتی ما در همین کتاب نگاه کنیم این خیلی کتاب‌ها زیاد است، لیکن بایوش هم شخصیت تاریخی هست. مثلا قصه ابو مسلم خراسانی، این که شخصیت هم شخص تاریخی است. یا اینکه قصه فرض کنیم که حاتم طوی، سرگذشت حاتم طوی، سراسر از این شخصیت‌های تاریخی آوردن، در بالای آنها سراسر از
افسانه و روایت ها چیکار کرده هستند؟ پر کرده هستند. یک نفر اومده هستند که مثلا اکثر صحابه مشهور ما شما میدونید. یگون نفر شما به نام عمر امیه گفتنی نفر صحابه شنیده هستید. یک قهرمانی که همیشه همراه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه میگرده. یا عمر معدیکر، این شخصیت بعد در جنگ قادسیه و بعد در بعضی جاها بند نامش میبروید. در اون وقت نیست یا که رفتن این شخصیت حضرت امیر حمزه با پشتی که 18 سال جنگ کردن با پریو و از اونجا زن گرفتن، فرزنددار شدن و دیگر هزار قصه های دروغ و گفتگوهایی است که در همین کتابا یک مثال نفرایی که فانتزیشون بلند است و دیگر است نوشتن. لیکن این کتابایی که بیرون از سرچشمه‌های تاریخ است، بیرون از همین بیم که همین چیزایی که دروغ و گفتگوهای زیاد دارد، ما به بیننده عزیز تاکید ما همین است که ما باید که وابسته به همینا بیم که یک مبارزه بریم، نمونیم که فرزندان ما و شما همین کتاب‌های دروغ و ساخته و گفته‌ای که یگان اساس علمی ندارن، یگان اساس فرهنگی ندارن، یگان اساس تاریخی ندارن با اونها مراجعه کنند. زیرا که چیزی که باز یک بار تکرار می‌کنیم، خرافات سرچشمه بدبختی‌ها، خرافات سرچشمه گمراه شوی انسان‌ها، خرافات سرچشمه عقلمانی جامعه ما و شما، خرافات سرچشمه آن است که ما و شما پیش روحمون نمی‌بینیم. خرافات این سرچشمه است که انسان‌ها رو به عصرهای بعدی میبرد، یعنی که عصر قدیم، عصر سنگ و عصر دیگر برده میرساند و این زمان دیگر خرافات نیست. بیننده عزیز، از شما به شما تاکید میکنیم، از شما خواهش میکنیم که در این بابت باید که بی‌پروا نشوید. دین اسلام دین پاکی است، دین علم است، دین فرهنگ است، دین پیشروی است. اولین کلامی که خداوند با پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده بود این اقرا بود. اقرا یعنی که بخوان و انسان رو چیکار کرد؟ به تفکری هم آفرینش دعوت کرد در همین آیه مبارکه و هم به تفکری از خود آمدن او. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگاری که آفرید. خلق الانسان من علق، انسان رو از چی آفرید؟ از خون بسته. یعنی انسان تفکر کنه که از کجا اومد، چی بود و چی گونه به دنیا اومد. حضرت علی کرم الله وجهه یک سخن عجیب دارند، میگن که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو میشناسد در وجود خود نگاه میکنه و پروردگارش رو میشناسد. حضرت بیدل یک مصنوی داره به نام طلسم حیرت. طلسم حیرت این انسان رو میگه که از موی انسان تا ناخن انسان بس میکرد یک چیز از انسان یک طلسمی است، یک معجزه خداوندی است که خداوند به بهترین صورت آفریده است. یعنی انسان رو در بهترین صورت و بهترین شکل آفریده است. انسان رو در زمین خلیفه کرده است و او چی عزت و احترام داده است. بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد کرمنا بنی آدم فی البر و البحر، ما فرزندان آدم رو در زمین، در خشکی و در تری چیکار کرده هستیم؟ در مقام و منزلت و اعتبار داده هستیم. این انسان به یک شرافت، به یک کمالات، به یک بزرگیش اگر از پس خرافات گرد چی میشه؟ احوال جامعه ما و شما، احوال فرزندان ما و شما. امید میکنیم که در این چند مدتی که با شما صحبت داشتیم اگر چند توانسته باشیم در بابت دین مبین اسلام که دین واقعیت است نه دین خرافات با شما معلومات پیشنهاد کرده باشیم. اگر با سوالی که میماند یا دیگر میشود در موضوع آینده و به شخصانی که مسئولان دیگری که با وظیفه دار میشن برای برآمد کردن باز ان شاء الله که برای بیننده معلومات پیشنهاد میکنیم. امید میکنیم که دعا میکنیم خداوند جامعه ما و شما را از خرافات و خرافات پرستی نگهبان باشد. هر آنچه که خرافات است باید که این بعد از او دور شدن در کار است، او زیر خاک کردن در کار است. جامعه ما سازیم که خالی صاف از خرافات باشد. یعنی در این جامعه این هنر، فرهنگ، معرفت، جهان بینی، تکنولوژی، پیشروی باید چی باشد؟ سری زبان انسان ها باشد. نه یک واقعی به اینکه پوچ و ساخته‌ای که خرافاتی که مردم شکلی که بزرگ گفتن هر کجا افسانه باشد هیچ کس بیدار نیست، در اونجا افسانه ها دیگر جای واقعیت پس جای افسانه ها نیست. امید میکنم که خداوند کریم جامعه ما را همیشه تنج آرام، صلح و ثبات، همدلی و همدیگر فهمی میان جمعیت ما و شما باشد. خداوند جامعه قلی پیشوای نیاز بر حزب نگهبان باشد. هم اون نقشه و تلاش هایی که برای پیشبرد جامعه، برای ترقی جامعه، برای از نو بنیاد کردن امارات ها و انشاءات های بزرگ پیش گرفته هستند، خداوند برایشان بردباری ها، سعادتمندی ها، سربلندی ها از شما می‌خواهد. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم. سلامت باشید.